ضریب هوش یک انسان عادی 100، باهوش 120، تیز هوش 135 و بالاتر از اون میدونید که نابغه است. اینشتین رو میگن 180، 190، بعضی ها میگن 200. کاری ندارم، هرچی. زیر 100 هم 80 خنگ، 50 کودن، 25 کالیوه. شما هر ضریب هوشی که داشته باشید این رو تا آخر عمر به خاطر بسپارید. هر ضریب هوشی که داشته باشید در زمان عصبانیت، در زمان عصیانگری، در زمان پرخاشگری این تقسیم بر 3 میشه. یعنی اگر اینشتین هم باشید در زمان عصبانیت ضریب هوش شما تقسیم بر 3 میشه و بین خنگ و کودنید و در زمان شهوت تقسیم بر 4 میشه. مولانا